یه سوال ازتون میکنم، خواهش میکنم ازتون تعصب رو بذارین کنار، درست جواب بدین. به نظر شما دخترها بهترن یا پسرها؟ این چیزی بود که من شنیدم، همه با هم میگفتید آخه. اما عزیزانی که میگن دخترها دست بزنن ببینم چند نفره. ماشاءالله. عزیزانی که میگن پسرها دست بزنن. خب ولش کن، آبروی ما رو بردی دیگه، من پشیمون شدم اصلا. اما یک ضرب المثل چینی میگه که حرف دخترها رو اصلا باور نکن، اما حرف پسرها رو اصلا گوش نکن. چقدر وضعیت میگن اینا. بیشترین وقت دخترها و پسرها تو این دور زمونه صرف این چیزهایی میشه که من خدمتتون میگم. پسرها صرف پیدا کردن جوراباشون، دخترها صرف پیدا کردن گل سرشون. علتی که میخندید اینه که من درست دارم میگم، از بس که همه منظم و مرتبیم. اما عزیزان من، دخترها چه مزیتی به پسرها دارن؟ دخترها نسبت به پسرها خیلی انسانهای قانعی هستن. دخترها هیچ چیزی از خدا نمیخوان الا یک شوهر خوب، اما به محضی که اون رو به دست میارن دیگه همه چی میخوان. از اون بدبخت اون بعد بره پیدا کنه جور کنه. یه موزیک